خوشحال کردن خودت کار فقط خودته. هیچ کس این مسئولیت رو به عهده نداره. اگه به هر کسی این مسئولیت رو بدی ناامیدت میکنه و ناامیدت میکنه نه چون اون آدم بدیه، اون توانایی خوشحال کردن تو رو نداره. مسئولیت آدما خوشحال کردن تو نیست. مسئولیت رابطه خوشحال کردن تو نیست. مسئولیت پارتنرت، دوست دخترت، دوست پسرت، همسرت، پدرت، مادرت، رئیست خوشحال کردن تو نیست. تو کار خودتو باید انجام بدی. مسئولیت خدا خوشحال کردن تو نیست. اون کار خودته. مسئولیت دنیا خوشحال کردن تو نیست. اون کار خودته. و وقتی خوشحال زندگی کنی، دنیا خوشحالی رو رفلکت میکنه. دنیا خوشحالی بهت نشون میده. مولانا میگه شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. تو خوشحال باش، تو شاد باش، تو آروم باش، تو با اطمینان زندگی کن. ببین من چه کار برات میکنم. ببین چه جوری به پات میریزم. همه چیزایی که در به در دنبالش